بیا با این مروردهای پرورشی یه بنگل مروردی خوشگل درست کنیم. فنر دستبندی تهیه کن و یکی از این حلقه هاش رو جدا کن. با کوچیک و بزرگتر بریدن این حلقه میتونی سایز دستبندت رو تغییر بدی. با استفاده از دنباری که ته حلقت رو کامل گردش کن. بعد این مروردهای پرورشی رو دونه دونه داخل این سیمت بنداز. البته میتونی از مروردهای دیگه هم استفاده بکنی، ولی اگه مروارید پرورشی توش بندازی کارت لوکستر و خاص‌تر میشه. چارم های مختلفی رو داخل این بنگلت میتونی استفاده بکنی. سعی بکن که مرواریدهای یک دسته‌ای رو داخلش بندازی تا ظاهر قشنگتری داشته باشه. انتهای کارت رو به اندازه 1 سانت از سیمت باید اضافه بذاری بمونه. بعد دوباره به همون قسم شکل اول با استفاده از دنباری که سیمت رو بچرخونی و باهاش یه دونه حلقه درست کنی. برای اینکه این دستبند توی دست خوبتر وایسته و از دستتون نیفته هم کافیه بهش قفل و حلقه اتصال و زنجیر سایزر وصل بکنی. یه بنگل خاص و جذاب داری که هم میتونی به صورت تکی ازش استفاده بکنی، هم کنار طلا و اکسسوری‌های دیگر بندازی و از زیباییاش لذت ببری.